زنی 46 ساله با نشانه‌های درد سر، دل بی‌حضوری و قی‌کنی به بیمارخانه بستری شد. وی ساکن ناحیه باباجان غفورов میباشد. حالا در شعبه احیای بیمارخانه کلینیکوی رقم یکمی شهر خوجند بستری است. دکتران به او احتمالیت سرایت‌یابی به بیماری بوتولیسم را مشاهده کردند، اما این تشخیص پوره نیست. برای تصدیق باید از آزمایشگاه‌های سانیتری گذرد. حادثه مذکور شب گذشته سنه 13 ینور رخ داده است. بیمار بعد استعمال کنسرو وضع سلامتی خود را خوب احساس نکرده است. این اولین حادثه به بوتولیسم مانند در سال 2021 می باشد. حاضر در سال 2021 این بیماری به قید گرفته نشده است، اما از یک حالت هملا شبهه سوال موندگی، چونکه لابراتوار پرتزید نشده است و یک کارو بنابر همین ما این به اطلاعات داده نمیتونیم ولی що در حقیقت تصدیق شد یا نه. بوتولیسم یا خود حادثه زهرآلودشوی از غذا در ولایت سوخت وجود دارد. از روی تحلیل متخصصان مرکز نظارت دولتی و سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت سال 2019 4 حادثه بوتولیسم به قید گرفته شده 14 نفر به این بیماری سرایت یافتند. سال 2020 باشد نشانداد زهرآلودشوی به بوتولیسم پس رفته 3 حادثه به قید گرفته شده است که 4 نفر ساکنان سرایت یافتند. دکتران سری وقت به سرایت یافتگان کمک نمودند. از این حساب خوشبختانه حالت فوت به قید گرفته نشده است. حالتش بد میشد، فشارش پست میشد، گازانیش سوش میشد، بعد مومان بستری خسته از جوش خسته نمیتونه عاقبتش مرگ میباشد. آنتیبوتولیسکی واکسینا میگن اگر حمله نگیرن اگر سیورت که گرفتن نکر بنابر همین نموداش بنیگو کده بعضی ویش بس بعضی سلامتیش بنیگو کده دکترو روی میکنن انفکسیونیستو نازنشینی میکنن بنابر همین باقی میگیرن. بوتولیسم بیماری وزنین است و در حالتهای بی‌فضایی یا خود بی‌هوایی پیدا و اوج و انکشاف میگیرد. آن در تمام کنسروها مخصوصاً پمیدور و بادرین بیشتر به مشاهده میرسد. برای پیشگیری از آن متخصصان سانیتری کنسروهایی که در شرایط خانه تیار شده است از فروش در بازار و مغازه ها بازداشت کردند، زیرا این کنسروها به طلبات سانیتری جوابگو نبوده باعث سرایت‌یابی به بوتولیسم شدنش موجود می باشد. آن ایراب نمیگن، یعنی در همون جایی که هوا نیست در همونجا افزایش می‌یابد. این اساسا میشه در خاک، از خاک. این خاک هم همه وقت هست لیکن افزایش نمیکنه چون که هوا شرایط است. برای همین و والدی اهالی ولایت نو فقط میفهمونیم که در وقت تیار کردن همین کنسروهای محصولات کشاورزی اهمیت کلانتی است. یکم همون محصولاتی که کنسرو میکنن مثل پمیدور، بادرین، کرم، چسناک، پیاز و غیره، قرنفل بلغاری همون صفتش ناز باشد. صفتی نازش باشد. بعدی باید شستن دکور، تازه کرده ناز شستن دکور. برای اینکه مثل بادرین روی خاک بمیستد، روی زمین بمیستد، ولی همه اگر کمتر اهم خاک ماند اگر این بوتولیسمش ممکن. بنابر دویمش همون جای تیار میکرده که حالت سانیتریش جوابگو باشد. خود آدم تیار میکرده که دست و پاش همیشه نه صاف شده باشد. خب بانک هایی که آنها در اونجا والدی بادرین و همین محصولات کشاورزی می‌آورند پیش از همه همین خیلی تازه شده. خب بانک سرپوشش باید بایستی پر بیزاره کرجانده کن. برانگیزنده بوتولیسم چوبچه می باشد که وی در موضع‌های بی‌هوا انکشاف می‌یابد. شخص اگر به این بیماری سرایت یابد در وی نشانه‌های دردسر، بیمه‌داری، دل بی‌حضوری، گرفتن صدا، فرو بردن نتوانستن طعام و ورم کردن میلک بالای چشم به نظر می رسد. بعد خوردن کنسروها اگر این نشانه‌ها پیدا شود سری وقت به دکتران باید مراجعت کرد تا برای صحت شدن دکتران کمک کرده توانند. در عکس حال بوتولیسم می تواند انسان را به مرگ رساند. در وقت استعمال کردن این یگان خیلی نشانه همین والگی کنسرو شدگی محصولات نیست. رنگش دیگه نمیشه، مزهش دیگه نمیشه، دیگه خیلی بوش ندارد. این بانک‌ها
3 بار آب جوش میریزن و قبقبش سخت میکنن تمام. ممکن نیست. این والگی روشن گروهی روشن میگن همین خلاقی نیست ممکن نیست. لیکن اکن برآورده فروختن این محصولات هم ممکن نیست. اجازه نیست. برای اون که اونجا تمیزگردان یعنی استریلیزاسیه که در زواتو گذرانده میشد اونجا نمیشد. برای همین اینجا با توریسم شدنش ممکن. ҳоло ки мавсими хӯрдани маҳсулоти консервашуда махсусан помидор ва бодиринг мебошад, мутахассисони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилояти Соғд ҳушдор медиҳанд ки аз истеъмоли зиёд ва пастсифати он худдорӣ кунанд, чунки эҳтимолияти сироятёбӣ ба ботулизм вуҷуд дорад. аз бозор ва марказҳои савдо консерваҳои хонагиро харидорӣ накунанд то саломатии худро зери хатар нагузоранд, чунки оқибати сироятёбӣ ба ботулизм марг шуда метавонад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.